یه الف بچه یه مورد اینجا نشسته داره حرف مفت میزن. چی بپیچونم؟ من تو رو میخوام بپیچونم؟ تو رو بپیچونم؟ نه بذارید من چیکار که چی؟ بگو نمیار دیگه. افکار چی؟ کاهش افکار خودکشی. خب ما چیکار کردیم؟ پس اینه که گفتم چی بود؟ من کلی در مورد مراکز سراج و مراکز بهداشت درمانی و 3200 تا روانشناس و کلی مشاوره و اینا. خب پس اینا چیه؟ اجازه بدید من یه توضیح بدم. خواهش چی؟ با همین کارا رو کردیم. بعد چیکار کنیم دیگه؟ خب پس چی؟ نه قرص برنج. ما داشتیم در مورد قرص برنج صحبت میکنه، شما میگی چه کار کردی در مورد قرص برنج؟ نه یه سوال جداگانه قرص برنج. بابا قرص برنج یه چیز دیگه بود. از صبح تا حالا ما داریم صحبت میکنیم در مورد اختلالات روانی. خب یکیش هم افکار خودکشیه. افکار خودکشی که یک چیز نیست که. ببخشید من یه چی مسئله؟ خیلی دوست داری سایت جنجالی بشه؟ خب دیگه تو بسه دیگه، تو حرف نزن. آقا برو سوال بعدی. برو سوال بعدی. بله. یه الف بچه یه مورد اینجا نشسته داره حرف مفت میزن. من وقت گذاشتم اومدم اینجا برای شما نشتم. داری چی میگی برای خودت؟ فکر کنم اولین بار داری تشریف میاری نه؟ دو دیگه هیچی نگو، بذار بقیه بگی. بفهم. شما صحبت میکنی خب یک صحبت اولی خواهم که شما بفرمایید. روشن کنید. یه بار اون دوره قبلی هم یه صحبتی از من پخش کردن همه گفتن که خیلی